مقامات انتظامی در ولایت ختلان احمد ابراهیم یکی از روزنامه‌نگاران شناخته و رهبر نشریه مستقل پیک را دستگیر کردند. یک منبع در نهاد انتظامی به رادیوی آزادی گفت روزنامه‌نگار را روز 12 آگوست در جای کارش در شهر کولوب دستگیر کردند و تا حال در بازداشتگاه است. او به پیشنهاد رشوه به یک کارمند دولتی متهم است. دادستان کولوب به ضد او طبق ماده 320 کودکس جنایی یعنی دادن پوره پرونده جنایتی باز کرد، افزود منبع. به خبر همصحبت رادیوی آزادی که نخست به سبب مسئول دادن معلومات نبودنش نامبر شود، احمد ابراهیم برای تمدید پروانه یا اجازتنامه کار پیک یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان به یک مقام رسمی پول پیشنهاد کرده است. دیرتر عیبنامه احمد ابراهیم تغییر داده شده. او بر پایه بند 32 قسم 3 یعنی قصد جنایت انجام یافته و بند 320 قسم 2 دادن پوره گمانبر شده است که جزاهای گوناگون از جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات رسمی درباره بازداشت خبر ندادند و نزدیکان احمد ابراهیم خبر بازداشت او را نه تصدیق و نه رد کردند. یکی از دوستان احمد ابراهیم روز 16 آگوست گفت به احتمال زیاد سردبیر پیک قربان نقشه شد که هدفش بازداشتی او بود. وی زمان یافتن این صحنه‌سازی را به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی با نام رحمانوف بستگی داد. منبع دیگر در کولوب که از واقعه خبردار است به شرط افشا نشدن نامش این را تصدیق کرد و گفت که رحمانوف مسئول رابطه با جامعه امنیت ملی چند روز پیش نزد احمد ابراهیم آمده گفته است که او حاضر است مسئله تمدید اجازت کار پیک را در وزارت فرهنگ حل کند. این منبع جریان حادثه را چنین قصه کرد: این کارمند امنیت که وظیفش همکاری با خبرنگاران بوده است 3 ماه آخر تقریبا هر روز به اتاق احمد ابراهیم آمده خود را مخلص و وفادار نوشته های او وانمود میکرده است. مقاله و کتابهایش را خوانده نزد احمد ابراهیم از آنها تفسیف میکرد. او را استاد خوانده وانمود میکرد که به مصلحت و مشورت ژورنالیست نیاز دارد و نوشته های او به فایدهش هستند. از ماه مرد به پیک اجازتنامه نداده بودند. رحمانوف بارو آمده به احمد ابراهیم وعده داده است که کارش را حل میکند. روز 11 آگوست نزد احمد ابراهیم آمده گفته است دوشنبه میرود و همزمان به وزارت فرهنگ رفته اجازتنامه کارش را میگیرد. به احمد ابراهیم میگوید که برای این کار 2,500 سامانی در کار است. این مصلحت و طلب پول در ثبت در پرونده نیست، فقط اون چیزی را ثبت کردن که علیه ژورنالیست است. روز دیگر وقتی می آید و پول را به او می دهد او را ثبت کرده بازداشت می کنند. از روی قانون این پیشنهاد پوره نیست. احمد ابراهیم به جای نرفته پوره پیشنهاد نکرده است، بلکه در اتاق او کارمند امنیت آمده پوره طلب کرده است. این پسته و روی راست است. از طرف دیگر کارمند امنیت شخص مسئول در حال این کار نیست که این عمل پیشنهاد پوره حساب شود. یک دوست دیگر احمد ابراهیم که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت ظاهرا این تفتیه مقامداران محلی علیه ژورنالیست است که آنها را تنقید میکرد. او از سیاست پرزیدنت کشور سخت طرفداری میکرد. دائم به حمایت از پرزیدنت با مخالفانش بحث میکرد، آنها را تنقید میکرد. فکر میکنم اگر گپ تو پرزیدنت رسد او آزاد میشود. این کار منصبداران محلی است، گفت او. این دوست احمد ابراهیم گفت او مقاله های جدی علیه تندگرای نوشته که باعث واکنش جدی گشته بودند. او افزود گلمرود علیموف پلکوونیکی که به داعش رفته بود برای مقاله هایش او را از سوریه تهدید کرده بود. گفته بود که حتما ژورنالیست را جزا خواهد داد. این معنای اون را داشت که سخنش به داعشی ها تاثیر کرده بود. حالا چون این ژورنالیست را میخواهند جزا دهند. احمد ابراهیم اگرچه در بحث مخالفان و حکومت بیشتر طرف دوم را میگرفت، در موردهای علاوه کار بعضی از وزارت و اداره ها و مقامات محلی را در ولایت ختلان و منطقه کولوب تنقید میکرد. چرا ژورنالیست تاجیک را نه حکومت دوست می‌دارد و نه رعیت؟ او 2 سال پیش در نامه به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان و دادستانی کل از فشار به خبرنگاران پیک شکایت کرده بود. گفته بود که مقامات انتظامی برای مقاله تنقیدی درباره یک کودکستان در شهر کولوب خبرنگارانشون را به تنگ آورده تا خواستند پسر بیمار او را هم که خبرنگار است با زور صحت و سلامت نشان داده به ارتش برند. مقامات انتظامی این ادعا را رد کرده بودند. در تاجیکستان که آن را سازمان‌های خارجی حامی حقوق زندان خبرنگاران نامیدند، در سالهای آخر
8 روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی کرده شدند. مقامات میگویند آنها را برای جنایت‌هایشان از جمله افراط‌گرایی از آزادی محروم کردند. اما به گفته خود خبرنگاران و حامیان حقوق، گناه آنها گفتن واقعیت و حقیقت در تاجیکستان و تنقید مقامات و حکومت بود.